بسم الله الرحمن الرحیم. بانوی اولیک برادر گرامی جناب سالیس، برادر عزیز جناب استاد دانش، جناب قاضی القضات، جناب رحمانی، جناب مسلم یارس، اعضای محترم کابینه، جناب مجروس و تمام کارکنان صحی افغانستان، جناب سفیر به هندوستان جناب تندن، قهرمانای قوای امنیتی و دفاعی افغانستان و کادر صحی جناب صاحبای محترم ما که در صف اول شدن، کارکنان صحی قهرمانای واقعی ازی بودن و رسانه نمایندای محترم رسانه افغانستان که جانبازای دموکراسی و حاکمیت ملی و دفاع از قانون اساسی افغانستان هستند. تمام خواهرها و برادرها از اداره امور جناب فضلی با همه همکارا، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. اول شکر خداوند جل شانه رو ادا میکنم که فاجعه را که دنیا را با پا نشاند در افغانستان به صورت خوب مدیریت شد. تحلیل اولیه ما از خطرهای با مراتب زیادتر حکایت میکرد، اما با تفصیل 5 مرحله در موج اول کرونا و همچنین موج دوم ما تانستیم که هم جامعه خود نگاه کنیم، هم اقتصاد خود نگاه کنیم و هم صلابت دولت و پاسخدهی دولت حفظ کنیم. از غواړم چې لومړی تر ټولو له جناب معاون صاحب د اول او معاون صاحب دوم او د دولت له مشرتابه د زړه له کومې نه مننه وکړم. تر 40 ډېرترې جلسې په کرونا باندې له لومړي موج نه تر دوم موج پورې ونیول سول او غواړم خاصتا د طبي شورا د مشر ډاکټر صبوري اخیل او له تاسو ټولو همکارانو نه له نظارت نه او له توجه نه مننه وکړم. تشکرم و تشکر و سپاس ملت افغانستان از قوای دفاعی افغانستان، دفاعی و امنیتی افغانستان حد و حدود نداره. از برکت شهامت، تعهد و اعتماد به نفستان و اعتماد به جمهوری اسلامی افغانستان است که امروز با وجود تمام مشکلات دنیا و شما به حیث فرزندای واقعی و نه تنها پاسبان آزادی افغانستان بلکه صف اول امنیت جهانی میگیره. روز نیست که یکی از اراکین عالی رتبه و رؤسای دولت و حکومت از رادمردی شما تشکر نکنم. ما سرتان افتخار میکنم، ملت افغانستان سرتان افتخار میکنم. او صحی برخی که لطول جنرال صاحبان د زړه له کومې نه مننه کوم چې تاسو د توجه او د شپې او ورځې زحمتونو نه کرونا موږ په دفاعي او امنیتي قواو کې ځای پیدا نه کړ. خطرات به حد ډېر وو. فراموش نکنین که حداقل 8000 نفر در کادر صحی در صف قوای دفاعی و امنیتی ماست. اینا روزانه کار میکنن، اینا روزانه تداوی میکنن و جای افتخار است که امروز شفاخانه امنیت ملی، اردوی ملی و پلیس ملی دوباره مورد اعتماد ما شده. روزای یادتان است که مواد اولیه پیدا نمیشد. امروز از مدیریت سالم و تعهد ما بازم تکرار میکنیم از رهبری دولت افغانستانی است که بهترین امکانات صحی برای قوای قهرمان اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی فراهم شد و توجه ما روز به روز زیادتر شده میره و اعتماد همه باید داشته باشه. روز نیست که توجه به شهدای ما در قوای دفاعی و امنیتی ما و تداوی زخمیای ما در
اول کار هم رهبری دولت قرار نداشته باشه. جناب ثالث، از شما از توجه بسیار خاصتان با قوای امنیتی و دفاعی ابراز تشکر میکنم. جناب استاد از رهبریتان از دوره اول موج کرونا که همه را با هم یک جای کردین، از پیشتان تشکر میکنم. کارکنای صحی ما واقعا قهرمانای افغانستان هستند در این دوره. جناب مجروس د ټولو په استازیتوب له تاسو نه او د عامې روغتیا د وزارت له ټولو خویندو ورونو نه زه د زړه له کومې نه مننه کوم. چپنپوشای ما لطفا استاد شوین که به افتخارتان کل ما یک کف بزنیم. تاسو ثابته کړه چې له خطر نه ډارېږئ، لکه چې امو خاص قوا خطر مقابل که د توریستی خطرات مقابل که تدریگی تاسو د کرونا تهدید مقابل که او دریدی او زه د زړه له کومې نه مننه کوم. یک منار ما هدایت دادیم با پاس شهدای صحی ما آباد میشه که نامای تمام دکتر صاحبان، نرس‌ها، قابلای ما و دیگر اراکین صحت عامه که داری جان خود قربان کردن برای ابد ثبت تاریخ ما باشه. این یک صفحه درخشان تاریخ ماست و از همه ما ابراز تشکر میکنم. از رسانه‌های ما خاصتا ابراز تشکر میکنم، مخصوصا در این فضایی که دشمنای افغانستان به صورت دوامدار بهترین مغزای ما را، زبان توانای ملت افغانستان مورد امواج خود قرار دادند. زبان زن و مرد افغانستان هیچ وقت خاموش نخواهد شد. همیشه صدای ما بلند خواهد بود، همیشه صدای آزادی، مساوات و و حاکمیت ملی افغانستان ما بالا نگاه خواهد کردیم. ما از همه شما تشکر میکنم و دولت در خدمتتان است و امروز این واکسین اول بر شما یک علامه تعهد ملت و دولت و احترام عمیق جامعه بر شماست. از دولت همکار و شریک استراتژیک ما هندوستان میخوایم ابراز تشکر کنیم. Ambassador Tandon, your remarks today and your presence speak not only of the problems, but of a vision of a future. A vision where India, the world's largest democracy and the largest producer of vaccines, not only provides the House of Parliament to Afghanistan and the dams that are the pride of this country, but also partners with us in terms of securing our lives and livelihood. The solidarity that India has demonstrated is an indication of both our deep historical relationship and the promise of two democracies working in this region together. Let me thank Prime Minister Modi and all the government of India for this exceptional act of solidarity and generosity. We need to make sure that we overcome the forces of negative nationalism. Nationalism should be an act of solidarity and pride in our common humanity and not sponsorship of groups and tendencies that provide for conflict. از صمیم قلب از جمهوریت هندوستان ابراز تشکر میکنم. نوع همکاری ما با اساس منافع مشترک، با اساس دیدگاه مشترک بشر دوستانه تعیین شده و همیشه انشالله تعالی با هم همکار خواهد بودیم و این همکاری دوام خواهد کرد. جا داره که در این بخش از سکتور خصوصی افغانستان از صمیم دل ابراز امتنان کنم. یک روز قیمت‌ها چند شد، اما با انسجامی که بین دولت جمهوری افغانستان
و سکتور خصوصی افغانستان ایجاد شد، ما به کمبود، به قحطی، به مشکلات دچار نشد. ایام نشانده عزیز که سکتور خصوصی افغانستان به جای رشد رسیده که میتونه در هر قریه افغانستان، در هر ولسوالی افغانستان خدمات لازمه را ارائه کنه. اما خاصتا از جمهوری ازبکستان، از جمهوری ترکمنستان و از جمهوری اسلامی ایران من تشکر میکنم که در مراحل سخت کرونا سرحدات مقابل ما باز نگاه کردند و زنجیر ارزش و زنجیر تقاضا را به صورت اساسی جهت دادن و بعدا هم پاکستان راه ها را باز کرد که از همه از نگاه همکاری منطقوی تشکر میکنم. امروز همه ملت افغانستان تبریک میگیم که مرحله اول واکسین کرونا با 500,000 دوز شروع میشه. قسمی که جناب مجروح خودشان گفتن این هم یک فرصت عظیم و یک امتحان عظیم برای وزارت صحت عامه افغانستان و تمام ملت افغانستان است. خواهش من از تمام ادارات دولتی، نهادهای جامعه مدنی، علمای کرام خاصتا که یک نقش بسیار اساسی را در ایجاد ذهنیت جناب علی میسه لتاس اول طولو علمای کرام نه زل کومینه من نگو چه واقعا ولس د انبیاء په میراث باندې ولس سره ودرېدل، خطرات هم توضیح کړل او ولس هم دې ته قناعت ورکړ چې په اول مرحله کې سخت تدابیر ومني او پس له هغه هم ځان همغږی کړي. در این مرحله از تمام اقشار افغانستان خواسته میز که نظام را برای توزیع عادلانه که وزارت محترم صحت عامه پیشنهاد کرده همراهش همکاری کنیم. کوشش‌های ما برای ایجاد منابع برای دور دوم تا 40% مردم افغانستان در بر بگیره انشالله تعالی به زودی نتیجه خواهد داد. ما خواهدتم است تا یک چیز به نتیجه نرسیده پیش از پیش وعده نمیکنم، چون اگر 95%ش تطبیق شد و 5% بانه با شما دم 5% مرا ما کم میگیریم و این حقتان است. دموکراسی را خوشبختیش است. در این حال از کوشش‌های منصب اول در قسمت توزیع نان خوش که در تاریخ ما بی سابقه بود و کمکتان جناب منصب اول و منصب دوم در قسمت برنامه ملی دسترخوان ملی ابراز امتنان میکنم. بار اول است در تاریخ ما که 90% مردم ما با کمک مستقیم دولت در این زمستان تانستن با پا ایستاد شدن. اگر منابع ما زیادتر می بود این را به مراتب وسیع‌تر می کردیم، اما تعهد ما است که همیشه طبق رسم پیغمبر بزرگ ما و خلفای راشدین توجه ما با محرومترین اقشار، با اقشار آسیب پذیر روز به روز زیادتر شد. و خبر خوشنودی است که هم تذکره برقی امروز توزیعش با حدود 25,000 نفر در روز رسیده و هم سیستم الکترونیکی که ما بتانیم مدیریت منابع را به صورت اساسی کنیم و انشالله تعالی در ظرف 4 تا 6 ماه تمام معاشات مامورین دولت و مخصوصاً اراکین قوای امنیتی و دفاعی ما از راه تلفن تادیه شود در حال آمادگی است. این زمینه از زیر فراهم خواهد ساخت که در آینده نه تنها کمک غذایی صورت بگیره بلکه ما بتانیم کمک نقدی را انجام بدیم. نقطه آخرم خدمتتان است که با تکرار احسن حرفای مجروح خطر کرونا رفع نشده. بدبختانه انواع نوش ویروس همیشه در حال بروز است. از او جهت ضرورت واضح است که مهمترین اقدام که توجه به خود است و خود ما دکتر خود هستیم، با پوشیدن ماسک، با حفظ فاصله و با توجه به امنیت سرتاسری
همه خواهرها و برادرای ما برش توجه شود. من امروز بازم افتخار میکنم که با همکاری دولت جمهوری هندوستان ما از جمله کم کشور هستیم. سرخط امروزی بود که 172 کشور هنوز شروع واکسین شروع نکرده. این که ما از این جمله برآمدیم، به همه ملت و مخصوصا با وزارت صحت عامه تبریک میگم. تل دیوی افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.